این کاری که پیغمبرها از این سالم نموندن، یعنی از طعنه آدم ها. حضرت موسی علیه السلام، من پیغمبر صلی الله علیه وسلم در زمان خودشان ساحر گفتن، سحرگر گفتن، دیوانه گفتن، مجنون، شاعر گفتن، هر چی گفتن. یعنی از سخن مردم سلامت نموندن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیگناه ترین خلق، معصوم، پیغمبر، افضل خلق صلوات الله و سلام علیه. حضرت موسی هم همین مشکلی داشتن. مردم اذیت میداد، تهمت میکرد، سخنهای ناسزا میگفت. بعد به الله تعالی شکایت کردن، گفتن که الله، من از توی خواهش دارم، خواهشم این که یعنی مرا بندگانت غیبت نکند، گنده نکند، تنقید نکند، عیب نکند، تهمت نکند. آخر حضرت موسی رو تهمت میکردن. فبرأه الله مما قالوا، الله تعالی پاک کرد حضرت موسی رو از آن تهمتی که کردن. بنابراین الله تعالی ما رو گفت که ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وکان عند الله وجیها. ای آنهایی که ایمان آورید شما نشوید مانند آنهایی که آذوا موسی را اذیت دادند، پیغمبری الله را اذیت دادند، تهمت میکردن، نعوذ بالله در مردیشان طعنه میزدن، تهمت میکردن، ناسزا میگفتن. فبرأه الله مما قالوا، بعد الله تعالی سفید کرد از آن تهمتی که در حقشان میکردن. الله تعالی اثبات کرد که این آدم از این تهمتی که شما میکنید پاک است. و کان عند الله وجیها، در نزد الله تعالی آبرو داشت، آبروی بلند داشت حضرت موسی علیه السلام.